پناهنده های خانه بردوش افغانستانی در گذرگاه ترخم در سرحد بین پاکستان و افغانستان روز سه‌شنبه بیش از 10,000 نفر تلاش کردند که از پاکستان بیرون روند. مقامات این کشور هشدار داده بودند که از آغاز ماه نوامبر به اخراج مجبوری مهاجران بی‌سند افغان آغاز خواهند کرد. به این مهاجران امر شده بود که پاکستان را ترک کنند. نبودن سرپناه در افغانستان از نگرانی اساسی آنهاست. ما در افغانستان جای زیست نداریم. ما را آنجا ناخوشی‌های زیاد انتظار است. شما خودتان وضع را می‌دانید. اکثر آنهایی که برمیگردند خانه ندارند و با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. قریب همه مهاجران افغانستانی از آزار و اذیت پلیس پاکستان شکایت می‌کنند. من در کراچی تجارت داشتم، آن را گذاشتم. مال و کالای خود را فروختم و با همان پول برگشتم. مال باقی مانده من مصادره شد. یک روز پیش پلیس مرا حبس کرد و بعد پرداخت رشوه یا 6,000 روپیه پاکستانی مرا رها کردند. پلیس با هدف رشوه‌ستانی مهاجران را حبس می‌کند. وضع خیلی بد است. مقامات پاکستان در کراچی برای افغان‌های اخراج شده مرکز نگهداری مهاجران بی حجت را فعال کرده است. این نخستین نقطه نگهداری برای مهاجران غیر قانونی است. نگرانی است که همه مهاجران قانونی و غیر قانونی خارج می شوند. این طور نیست. فقط آنهایی که مهلت اقامتشان 2، 3 و 5 سال گذشته است باید بروند. همین طور آنهایی هم که اینجا به اجازه و به سند زندگی دارند باید به کشور خود برگردانیده شوند. تصمیم حکومت پاکستان به اخراج این مهاجران پس از یک بمبگذاری انتحاری در سال جاری اعلان شد. اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید پاکستان برای اخراج پناهندگان افغان از تهدید بازداشت خودسرانه و تعقیب استفاده می کند. سازمان ملل و حامیان حقوق بشر از پاکستان خواسته بودند که تصمیم راندن مهاجران بی‌سند را به تأخیر گذارد. به افغانستانی هایی که نتوانستند تا 1 نوامبر پاکستان را ترک کنند، حبس و مصادره مال و اموال تهدید می کند.